خیلی قشنگ بود که توی همیشه المپیکا جای دیگه من دیدم که یه فردی میره مشعل روشن میکنه ولی یه مرد دیجیتالی اومد رفت مشعل روشن کرد. این خیلی قشنگ بود. این برمیگرده که خود چین چقدر پیشرفت کرده، چقدر خوب صنعتشون همیشه خب تو صنعت حرف اولی میزنن چینیا و توی ورزش حرف اولی میزنه. توی بحث دیجیتالی که الان هم راه انداختن حرف اولی زدن. افتتاحیه چون من مسابقه داشتم یعنی امروز مسابقه دارم، به خاطر همین نرفتم افتتاحیه شرکت کنم، ولی از تلویزیون چین افتتاحیه رو دیدم. خیلی زیبا بود، خیلی دوست داشتم بود لحظه اونجا بودم و خیلی خوب برگزار شد. کشور چین هم لباس خیلی زیبایی داشتن توی افتتاحیه و رژه‌ای که کاروان چین اومده بود و هم کشورهای دیگه خوشحال بودن از اینکه وارد یک رویداد خیلی بزرگ شدن و افتتاحیه خیلی زیبا برگزار شد. همونطوری که آقای شین جین پینگ در مراسم افتتاحیه گفتن از این شهر لذت ببرین، شهر شعر. به نظر من فوق‌العاده است. از اون توضیحاتی که خودشون دادن به نظر من این شهر زیباتر از اون چیزیه که بخوای ببینی.